سلام و درود بر شما دوستان گل. من اشکان در سانتا هستم طبق معمول با یکی دیگه از ویدیوهای بنده. خب امروز آمدیم GTA تریلوژی GTA 3 در خدمت شما دوستان گل. خلاصه از این ویدیو امیدوارم خوشتون بیاد بچه ها، عشق من این دوستتون دارم و خلاصه آمدیم ادامه GTA تریلوژی ولی این دفعه GTA 3 و امیدوارم خلاصه از این ویدیوها خوشتون بیاد. اگه خوشتون میاد بی زحمت ویدیو لایک کنین، کانال دنبال کنین و اگرم میشه باز نشرش کنین که بریم روند کارمون ادامه بدیم. این استامون هم که دوست داشتین خلاصه فالو کنین بچه ها. خلاصه وای سیتی رو میخواستم واکتورو ازش بذارم ولی یک سری قسمت هایی داشت که مطمئن بودم آپارات حذف میکنه، برای همین رفتیم سراغ GTA 3 فعلا. برای وای سیتی یکم فرصت لازم دارم تا یه سری ماداشو نصب کنم. یه تامی جدید مودش داره برای تریلوژی میاد، خیلی با کیفیت تره، خیلی لباساش باحال تره و میخوام شخصیتش قشنگ بدرخشه تو تریلوژی. منتظرم اون مادش بیاد و یک سری از سانسورا لازم داره که اونا هم احتمالاً با ماد حل کنم و تا موقع زمان میبره و فعلا GTA 3 و واکتورو میگیریم تا زمانی که اون مشکلات وای سیتی حل بشه و از GTA تریلوژی وای سیتی هم ویدیو بگیریم. خلاصه بله یه بمبم هم جا رها شد و اوکی. افکت بارون رو دقت کردین؟ تو یه جایی با کیفیت یه جایی خیلی داغونه. اوه 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 خطرناک. اون چراغی که تو اونجا افتاده دقیقا چراغ چیه؟ یک سوال، این یارویی که دارن میبرنش کیه؟ من همیشه برام سوال بوده. سالوادور لیونیه؟ شباهتی که نداره به سالوادور. اوه 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 خطرناک. بله منفجر شد و مورد عنایت قرار داده شد. اوکی اوکی اوکی. خالق به GTA تریلوژی 3 خوش اومدین رفقا. خلاصه اوره Give me a liberty. اوکی بذار ببینیم گرافیک چطوریه. قیافه کلودش بد نیست، گرافیک رو اولتراه ولی ترجیحاً بعدن واسه کلود یه ماد بهتر پیدا میکنم که قیافش رو بهتر کنه. خب قیافش شبیه معتاداست، دقت کنین یه طوریه قیافش. من یه ماد واسهش پیدا میکنم انشالله در آینده نزدیک که قیافه کلودو بهتر نشون بده تو اون ماده. این خیلی قیافش داغونه یه جورایی، با قیافش حال نکردم. یه قیافه انشالله بهتر مادش رو پیدا میکنم، قیافه کلودو بهتر میکنم انشالله. خلاصه من با این GTA ها خیلی خاطره دارم و معمولا رو 30 فریم بازی میکنم. این GTA Definitive Edition به اون صورت فرقی با GTA 3 معمولی نداره، برای همین ترجیحاً 30 فریم بازی میکنم که باگاشو کمتر ببینم رفقا. اوکی لباسشون رو رفتن عوض کنن. دقت میکنم کلود به نسبت گذشته لباسش گشادتر شده یا کلود چاقتر شده، نمیدونم، شاید گزینه اول باشه لباساش گشادتر شده باشه، چون تو GTA 3 نورمال میبینم هم قیافش بهتره هم هیکلش رو فرم تره. نمیدونم شاید من اشتباه میکنم، هیکلش قشنگتر دیده میشه تو نسخه معمولیش. اوکی رسیدی. قیافش یه طوریه بچه کلود. لویجی گرلز، لویجی و خانمهایش. کیفیتش بهتره ولی با قیافش حال نمی کنم، یه طوریه.
Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. اوکی لویجی رو بگو بیاد. بگو رئیست بیاد. کوچولو. رئیست اینه؟ این که کوچولو تره. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. اوکی تو خوبی. No one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. اوکی تو خوبی. الان هم اول داستان یکی به ما دستور داد. خیلی عالی. قیافه کلود یه طوریه، قیافه‌شو دوست ندارم، شبیه معتاداست. اوکی نمیدونم چرا، ولی خب شاید نظر بچه ها مخالفت و اینا باشه، ولی خب ترجیح میدم کلود جذابتر دیده بشه تا شبیه معتادا دیده بشه بچه ها، چون واقعا تو نسخه اصلیش قیافش بهتره. خلاص ما اینو سوار کنیم. خب سوار کردیم این بنده خدا رو. زدو میزنم پشت رو نگاه میکنه. اوکی خیلی عمالی. اوکی فقط اینو باید برسونمش بهم پول میده. فقط برسونمش بهم پول میده. الان با پای پیاده میامدی تا اینجا چقدر مگه چند دقیقه راه بود؟ خب مرحله بعدی یه اچیومنت هم آنلاک شد با قیافه معتاد کلود. چرا انقدر پیر شده خدا وکیلی؟ دقت کنیم خیلی پیر شده احساس میکنم تو این جی تی ای تریلوژی. و چشاش هم یکم بلش بود. لویجی گفت اینو بهم بدی. اوکی اوکی یه چماق بردارم و برم تو صورتش بکوبونم. خیلی هم عالی. چقدر بی‌عصابه این بنده خدا. اوکی تو خوبی. اوکی خب برویم طرفو بزنیم نرمش کنیم. لویجی دستور داد که بریم بزنیم نرمش کنیم و ماشینشو بدزدیم و بیاریم واسش. خیلی هم عالی. با چماق هم باید برم بزنمش احیانا. بله انا حق تقدم. ببخشید چراغ شما سبزه. ببخشید شما خوبی. اوکی تو جی تی ای 3 یه خوبی داره، همیشه مکاناش خیلی نزدیکه، مثل جی تی ای سان آندرس و جی تی ای آی بی نیست. از نقطه A تا B بخوای بری هرچند خیلی طولانی باشه منظورمه. اوکی آمدم. بشین مردی؟ بمیر. خیلی به اندازه کافی زدم. بمیر. خیلی صدا گیشش خنده داره. بمیر. خیلی خوب. چقدر قیافش داغونه کلود. وای خدا من یه ماد نصب میکنم برای کلود بچه ها. خدا خیلی قیافش داغونه. باید یه مادساز خوبی باشه که قیافه کلود و خدا وکیلی بهتر کرده باشه. او جیزس یکی رو زدم له کردم. عذرخواهی میکنم ولی نه عذرخواهی نمیکنم. اوکی ماشین رو باید بریم رنگ کنیم و تحویل لویجی بدیمش. لویجی خدای لویجی بریم ماشین رو تو تحویل بدیم. لویجی ماریا کجاست لویجی؟ نصف شب خوابم میاد دارم هزیون میگم. اوکی بیا پایین برو بالا. رنگش کردم. به ماشین جور گرفت. یک سوال چه فرقی با رنگ قبلیش کرد؟ واقعا پول علکی داره. اینا نزدیک بود دوباره بخوام برم تعمیرگاه. اینا مواظب باش کلود. پسر خوبی باش. اوکی چیز دیگه نمونده. خواهشان نزن ماشین رو داغون کن دسنتو. اینا نه چیز
چیز دیگه نمونده. خیلی باز شو آروم آهسته و پیوسته. به خیلی هم عالی. 4000 تا پول. چرا قیافش زمخته این کلوده؟ وای خدا. آقا دمتون گرم که ویدیو نگاه کردین. امیدوارم خلاصه خوشتون آمده باشه. دمتون گرم که خلاصه ویدیوامون رو نگاه میکنین بچه‌ها. عشق من، این دوستتون دارم، چیز دیگه ندارم برای گفتن. دمتون گرم. یادتون نره ویدیو لایک کنین، دنبال کنین، بازنش کنین، اینستامون رو فالو کنین که لینکش تو توضیحات هست. عشق منین، دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی بدرود.